رجلان من امتی جثیا بین یدی رب العزه تبارک و تعالی. همین یک صحنه روز قیامت اگه در پیش چشم میشون دادن. خب خدای تعالی پرده را بگیرید. این برای ما را مشکل ما آینده را نمیدونیم. گذشته الکی گذشته است. در پیش پروردگاری خیلی وجود نداره. گذشته و حاضر و آینده و همه‌ش اینم یک چیزه. یک خریطه و یک رنگ اینم یک فیلمه. یک کینویی که الکی سوژهش معلومه فیلم گرفتگیه. حجاب که برداشت پروردگار هر صحنه لازم باشه نشون میده. اما یک صحنه که روز قیامت هم میگه الله عزوجل برام نشون داد رجلان من امتی جثیا بین یدی رب العزه. دو نفر از امتهای من در پیش پروردگار متعال سر دو زانو ایستادیان حسابات دادستیان اچاد دادستیان. فقال احدهما یا ربی خذ لی مظلمتی من هذا. یک نفرش میگه دعوا کرد گفت پروردگار حق مرا ای بگی بتیم. شاید قرض باشه، عجب نه که قرض باشه، شاید اون تهمت و بهتانش کردگیه، شاید حقش خوردگیه. همه همین سوال جواب دارن و فردا روز قیامت. میگه اون الله عزوجل میگه به همون قرضدار مراجعت کرد گفت رد علی اخیک مظلمته. ای حقی برادرت بگردون بته. این روزی هست اگر گوسفند شاخدار گوسفند بیشاخ از شاخ زده باشه هم قصاص کرده میشه. بگردون بتش. من میگم گردنکش کج گفت یا ربی لم یبق لی من حسنات شیء. پروردگار را گفت دیگه هیچی ندارم چیش بتم. دعوای بسیار کردیم بولاش. هر کس حسنات طلب میکنه فردا روز قیامت. هر کس حقیقش طلب میکنه. گفت ای حسنات دیگه هیچی نمونده است. اما یا پروردگار بزرگ هم دعواگر هم میگه که کیف تصنع باخیک ولم یبق من حسناته شیء. با این برادر را چی نو رفتار میکنی یا که بیچاره هیچی دیگه نداره. دعوا کرد و ربی فلیحمل عنی من اوزاری. خدایا او ثواب نداره من گناه دارم کو. گناه های من را مینوس کنه در بلاش مار کنه. بگذار یک قسمی گناه من را به کلا بگیره. ثم فازت عینا رسول الله صلی الله علیه و سلم بکن. حضرت میگه همیشه در اومده چشمای نازنینش پری آب شید. چشم لق لق آب شید. گفت این ذالک لیوم عظیم. ای مردم هشتونه در سر تو بگیره که امروز بسیار روزی وزدینه، بسیار روزی مشقتبار و مشکله. یوم یحتاج الناس فیه الی ان یحمل عنهم من اوزارهم. روزی که همه مردم احتیاج دارن، همه امید دارن که یک کسک یک پرعک گناه مونا با کلا بگیره. مادری مشتی پرای پشتت میدوم یا بچه جان هم یک گناه ما با کلا بگیر، یا نمازک ما قضا کردم همین گناه میره با کلا بگیر. اما همه گریزون الاخی، اما حالتی که فرزند از پدر و مادر و برادرای خودش میگریزه این همی حالت داره. روزی فردا پر وهم شور و غوغا. عاقل چرا نسازد امروز کاری فردا. یا حالایی داریم که ملا را اوگوارید میکنن که در بلوی جنازه تیستر جنازه را بخونده دعوگران نیاید پایه تابوت نقپن حق طلب نکنن. این حال مو به همین درجه. آخه این ایجا یا بلو کردی جنازهش کردی او قرضدار این جنازه تو چی فایدهش میکنه؟ قسم به الله تا زمانی که قرضش در همین دنیا پرداخته نشوه اگر در راه خدا شهید شده باشه جنت نمیبینه. با همون قرضش محبوس ای و بیچاره در عذاب ای. عجیب حالایی داریم در. یک کس همین قرض بسیار داشته است در روز جنازه با چشم مشت از سینه زده میبره که اینا من با کلا گرفتم من میتم. بعد که مقصد مرده را گرو چوب کردن یک چند مدت گذشت بیچاره پولدارو به سرش میان که همون قرض مو را چخیلی میگیری دستشون را گرفته ورده سری هم قوری پدرش گفته این نمیگرفته بوده هم میگیره هیچی نمیتم. این شریعت جای بازیچه های جای شوخی های بسیار حکمش پس بینه. ولعذاب الاخرت اکبر. عذاب قیامت به حد سختر میشود. عاقل چرا نسازد امروز کاری فردا. قاضی خدای باشد روح الامین منادی نه رشوه و تعصب نه میل نه محابا. اونجا دیگه هیچی به دردت نمیخوره. نه شناس بازی تو نه چریز بازی و
نه رشوه و هیچی. روزی که خلق عالم از خاک سر برارند، بینی همه زبانها پرویل و دریغا. خلقان چنان بگریند از دهشت قیامت، که از آب چشم ایشان گردد زمین چه دریا. این همیخ روزی محشر و روزی مشقت های. مادر شده گریزان از پیش قرة العین، مهری برادر آنجا از جان شده تبرا. میگه حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید کرد که این ذالک لیوم عظیم. اما مردم خوش تو از سر تو بگیره که به حد روزی وزبین دهشتناک روز قیامت. یوم یحتاج الناس فیه الی ان یحمل عنهم من اوزارهم. روزی که همه احتیاج دارن که یک پرعکی گناهمون بگیرن به کلم. همین حیله و نیره اخی از برای خدا مولا میمونه قرضش نداده. بدیم با قرض دارایی که خونه سوخته و تمام چیزا دارن، تمام شرایط دارن، نگی نمی زعمه کنن نمیتن، یا ایزوریشو می ندارن، یا ایم حیله و مکرشو می ندارن. و خیلی موندی با کی میمونیش؟ زر جمع کنی برای سه بیگانه، شوی زن، داماد، عروسی پسرت. او میخرن کیف صفا میکنن تا در عذاب و مشقت گرفتار. آدمی به عقل و فراست هم خیلی میکنن. حضرت شیخ عطار میگه سؤال کرد آن دیوانه شهر را که تو زر دوست داری یا گناه را. یک دیوانه خدا، اگه این دیوانه حقیقی نه، در عشق خدا دیوانه، مثل هم دیوانه مشرب. میگه پوچو را سوال میکنه که حضرت تو تیلا را دوست میداری یا گناه؟ شهش گفت و کسی که زر خبر داشت، شکی نبود که زر را دوستتر داشت. پوچو میگه ای مرد که خوب، همین کسی که تیلا را بشناسه و بدونه با یقین او تیلا را دوستتر میداره. گناه چیه که دوستش داری؟ تیلا را دوست میداره. بعدو گفت چرا گر عقل داری گناهت میبری زر میگذاری؟ آخی گفت عقل فراست که داشته باشی، مودم که زر را دوست میداری تیلا را برای چی گناه ها را قطید میگیری میبری با گور تاو تیلا و تنگه را در همین زمین میمونی؟ گناه با خیشتن در گور بردی، همه مال ها فرو ماندی و مردی. دوست میداری انمو تیلا را قطید بر، مال قطید بر، ثروت قطید بر. چخیل میبری؟ نمی توسط خیر کردن، توسط مقصد که در راه خدا انفاق کردن. چیزی کردی اوجا میان میرسد، چیزی موندی دردی سر تای، حساب و کتاب همه در کلای تای. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه یقول ابن آدم مالی مالی. همین فرزند آدم دائم گپش همیای مالی ما، اینای زمینی ما، این خونه ما، این ماشینی من. و هل لک ابن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت. ای فرزند آدم تو مالی خواب داری، مالی تو اون همون چیزی هسته که حاضی خوردی یک ساعت پس میرای در حاجت خونه یک چیزی بد بو میبروریش. مالی تو همون لباس همون چیزی هسته که اینا پوشیدیش یک سال پس دو سال پس میبروری میتی، حتی لطه پرشوک شاید نکنن، با هم لطه پرشوک هم توری نگیرن. مالی تو خیرات احساناتی هسته که به تو میرسه. خیر احسان که کردی در راه خدا البته میاد به خودت میرسه. میگه حضرت علی همراه دو سه نفر از شاگرداش قبرستان جنت البقیع در اومدن. با حضرت به همون سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم اهل قبور سلام داد. السلام علیکم یا اهل القبور. گفت اموالکم قسمت و دارکم سکینت و نکاح و نساؤکم نکحت. مالاتون را تقسیم کردن، خونهاتو صحیح پیدا کرده است، زناتو شو کردن. در او عصر زمان زنکو شو میکردن، خیلی مست نبودن که ای شو بگریزن یا ای فرزنداشو ایزا بکشن. زنک وقتی شوهرش میمرد شو میکرد بعد گذشتن عیده مرد. فهذا خبرکم عندنا. این همون خبر شما است که نزد ما است، من به امانت دارم برای شما را رساندم. فما خبرنا عندکم، شما برای ما چه خبر میدی؟ بعد میگه گشت طرفی همون شاگرداش
گفت قسم به الله اگر ما گوش شنوا می داشتیم حالی ما میشنیدیم که میگفتن که و علیک السلام یا علی ما اکلنا ربیحنا و ما قدمنا وجدنا و ما خسرنا و ما اخرنا خسرنا. جواب سلام بعد میگه گشت طرفی همون شاگرداش گفت قسم به الله اگر ما گوش شنوا می داشتیم حالی ما میشنیدیم که میگفتن که و علیک السلام یا علی ما اکلنا ربیحنا و ما قدمنا وجدنا و ما خسرنا و ما اخرنا خسرنا. جواب سلام همه دادن و میگفتن که هرچی خوردیم راحت کردیم، هرچی خیر کردیم ایجا به ما رسید، هرچی موندیم درد سر مشید دیگران میخیرن حساب کتابش در کلای ما هست. ایره ببین اگه اون مردم مردی خدا بوده است، مردی صالح بوده است، اما آدمی که قرض داره قرض شریک شد دادن نمیتونه. همین بنده اگر بنده محیب باشه واقعا خدا را دوست بداره، پیغمبر خدا را دوست بداره، خداوند هم دوستش میداره. هم میگه وقتی که بسیار عاجز آمد دادن نمیتونه او دعوا داره که گناههای من در کلش بار که بار کردن دوزخ میره کو. من میگه الله عزوجل و الاکرام میگه تاسی خبری پیامبر صادق مصدوق است. ارفع بصرک فانظر فی الجنان. دعوا رمان میگفت است یک بار بی سرک تا بردار جنت هیا تماشا کن چقدر دعوا داری. میگه وقتی سرم برداره واقعی شهر مثل نقره خام میدرخشه و جنت سبحان الله بینا همه از نقره و تیلا و همه زرندود. گفت یا ربی ارا مدائن من فضه و قصورا من ذهب مکللتا باللؤلؤ فمن یملک ذلک. پروردگار را گفت اوی قصر مثل نقره از نقره خام ساخته شده. این قصرهایی که ای تیلا هن یورالیمونتش با همش مزایکش همه بریلیانت های این مولی کیای؟ گفت انت تملکو همی را تو دمیتو. بگو بماذا یا ربی من چی کاری جالب کردم که این قدر نعمت برای من میتی؟ حضرت خداوند میگفت از بی عفوی که ان اخیک این همی گناه برادر تمی بخشی من همه امیورت ده هدیه میکنم و او هم همه جانکنی و دعوا و جنجال برای همه یخی. وقتی اون نعمت همه بینن میگه قد عفوت عن دعوا ندارم پروردگار رو بخشیده باش. و حضرت خداوندی میگه خذ بید اخیک فادخله الجنه. اگه دستی برادر تبگی و جنتش بدرو پروپس که ایتی تو اگر تو اجازت نتی و تو نداروریش اینا کسی دیگه درو وردن نمیتونه. تیم بچه یا حیله و یا نیرنگوی میکنیم حیله و نیرنگ با کی میکنیم کی را فریب میکنیم بخلا قسم فقط خدمونه. این همی حال این همی های این حال آمدنی های کسی به همی باور نداشته باشه او مؤمن است کافر های با الحمدلله همه اهل ایمان هستیم. همه حیله و نیرنگو باید ای بین برداشته شوند. مثلا مسئله جدیه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم با جنازه دعوت شد اومد حضرت گفت قرضدار هسته؟ چرا همین در سر جنازه ملاها میپرسن که همین آدم قرضدار هسته یا نیسته؟ و زیرا حضرت صلی الله علیه وسلم سوال کرده است. کسی گفت که 2 درهم من قرضداره. حضرت گفت نباشه من جنازه ش نمیخونم. خطان جنازه برادرتون بخونه من نمیخونم برای 2 درهم. حضرت ابو قتاده در هم صفی پیش به دست گفت یا رسول الله من بپردازمش التماس تبارکان شما جنازه بیره بخونی. این بچه حالی ما چی میشه با حیله و نیرنگ و با فریب و دیگه مردم هم باور ندارن. اخی ما بچهش میبره هوش سیوم میگن ای مور بچه میشوه خودش فریبگر بوده یک جو بچه ای پلی برا میتا. این امسری حال شیدگی امروز در سری مردم سعی کردن در کار تو جای امکان را قرض نکنی. قرض نکنی. این قرض مشکل حقیقتا. وقتی اونم قرض کرد در وقتش پرداخته نتونست مجبورای دروغ بگه بگریزه بجا شوه. اما حضرت صلی الله علیه وسلم در دعاها میگفت اللهم انی اعوذ بک من المغرم. خدایا از همین قرضداری با تو پناه طلب میکنم. به حضرت گفتن آخه قرضداری چی است یا رسول الله که این قدر به خدا پناه طلب میکنی؟ گفت آدم قرضدار دروغگو میشود، درویه میشود و همه کار قدیر میشود. اون مقصد دیگه
барои он ки ай кашталаш вақте мекапанд дига ҳамин барои ҷон махалос кардан хиша ҳама ҷо мезанад. барои аввалаш ки саъй кардан дар кор ки қарз накунӣ. аммо агар мабодо як зарурате ғалтид и зиндагие ки қарз кардӣ ҳамин бояд ҳамеша саъй кунӣ ки ҳамон қарзаро пардозӣ. бовар кунӣ ба худо қасам ҳамин ҳамин марди мусулмон қарз гирифта боша мо саъй табоши тра бибина ку имкон надорад ки набахшад ё як миқдорша набахшад. мо худмон шоҳиди ҳол ҳастем. ду бародарам тари сари қарз даъво ҷанҷол баъд шикоят кард ки мақсад ягон чи бигзад охи гуфт аз барои савоб агар ба шарти ту зарраи саъй мекардӣ инам мадати қариб 10 сол шудааст. там як саъй мекардӣ ақаллан ҳамин $100 меовардӣ $10,000 қарздор будай. ҳамин $100 меовардӣ ки ина ҳоҷи инамира бигӣ ина ман кӯшиш кардестам меёром метам имкон дошт ки ман намета бубахшимаш. не ки ҳечи дар 10 сол садо нест охи ҳечи нестай. ҳамон одамам дилаш озурда мешавад ки ҳам дар қиссаи ҳаҷм аст. бо баъзиҳо мераванд ба мошин мегиранд бо катагиёшона бибинам. ҳамин масъалаи ҷиддиай масъалаи қарз эҳтиёт кардан дар кор. мо барои ки қарз дар калаи одам места худованд бахшандаа. ибодати худоро агар мабодо тарк кардӣ ҳамин тавбаву тазаррур кардӣ худо бузург бибахшад. не ки вақте қарзи банда дар калат бошад и банда бисёр мумсик мешавад меличник мешавад намебахшад. то замони ҳамун соҳиби ҳақ набахшад аллоҳ намебахшад. ана мушкил дар биҷои худованд ғайрату ҳиммат мубита аввалан саъй кунем ки ба ҳамун миқдоре ки парвардигор баромон насибу рӯзӣ кардааст иктифо кунем. аммо мабодо агар мушкиле сармо омаду ишкол мақсад маҷбур ба қарз кардан шудем саъй кунем ки ҳамон қарзоро бипардозем. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. تشمو قرضولا وبرولا بيا شرط قيد پیشکی اگر پیشکی شرط قید کردی درست نمیشه. بیارا به تشکی برولا نمی زکاتی ولی ماهای و وقتی قبض کرد گرفت کوی خودشی بعد میگه که جورا تا ایمان هم قرضداری بیوسون قرض دبتی یا همین هم مقدارش همجا بتیاک انا اینجا حق طلب داره میتونه حتی مجبوری نمکشه با شرطی که یه شرط قید پیشکی نمونه. اینا اووردو داشت نه که تو زمان او قبض نکنه زکات درست نمیشه واقعی. این زکات چیزی نیست از پیشتش کنی. تا ایمان قرض داری همون زکات حساب تری نمیشه. در زکات تملیک شرطه. تو مالک نشوه و صاحب نشوه و زکات نمیشه. نه که اگر اووردو دو او مالک شید بعد از بس که او قرض داره طلب به حق طلب داره میتونه طلب کنه بگیرش. قرضدار باید که همین 1000 سوم از من قرضداری همون 1000 سوم آوردم آدم من رو گردن تر زکات میتونم ایش هم میشه. اما همین رنگ همون شرطای فاسد وارد میشود. بله بله اکو که پول میداشت میواد قرض میداد اگه جا برای گردن کش کنه همین راهی درستش همیه که خودش برای بتاو بعد بگیرش. بعد چند وقت حضرت؟ ها؟ بعد چند وقت؟ همون نهاد خدیار کسی را میتونه طلب کنه. با شرطی که به شرط قید پیشکی بده. بله مصلحت نکنه. اگر آدم 1200 300 سومتا نیاد میکنه زکاتی آدم چی نمیفهمه میگرفتگی. زکات دو دستش. همون نیاد میکنه آدم با نیاد زکات میتاشم 200 300. شرط نیست که تو اعلام کنی که همین زکات های. اگه زکات از بس که صدقه فرضی های بهترش اعلام شد. اعلام شدن شد. برای این طریق حالت یا بوده مثلا ثروتمندای زکات گفته یگان چشمتی که مرد خودش صاحب نصاب زکات های نمیشه. اعلام کردی اگر خداتر او تمیتش کار میکنه هدیه هم کردی. وقتی که میگوی زکات های مقصد اگر به شرطی که صاحب نصاب زکات باشه ای خدا که بترسه میگه جورا همین درمون هم میشه. در همین مسجد خداکون در نماز جمعه نماز خلاص شده مردم زیارت نمیکنن و خیرم خودم بسیار بود. با هم یک کس اومد گفت توبه کردم خودم لوگو من نو ملا را دیدم که پول نمیگیره چی گپای همون ابراهیمی داده ما یک توجه ورده $300 داده که اینم پولی زکاتی من که گفت است من خودم زکات پرداز اومده نمیشه زکات
اما شب گفتم زکات دا اون نمیشه واقعا اون مردک توجیه خودش او مقصد خودش زکات میته او را چخیل زکات میگه من نه بسیار چطور ندیده اینا شگری چه هم بیچاره اون ملوی کمبغل باشه میگیره آخی نگه وقتی شرایط امکان داره برای را درست نیست حرام است بنابراین اگر به شرطی که زکات باشه صدقه فرضی باشه بهترش اعلام کنی اگر چنده که پنهانی ثواب زیادتر داره خداوند میگه این تبدو صدقات فنعم ما هی و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم اگر میگه صدقات و خیراتون اشکر بتین درسته اجازت بسیار نعمتی بزرگه نه که اگر همون را پنهانی و پوشیده و در فقرا بتین اجر ثوابی بیشتر داره وقتی که مفسرها همین را بیان میکنن میگن که صدقه فرضی باشه اگر یعنی زکات باشه بهترش اشکار داده شود هم او آدم میفهمه که همین زکات مقصد دو دسته اگر به شرط مصرفی زکات نباشه همون پول نمیگیره در حق دارش میرسه هم سبب تحریک دیگران میشود ولی بعضی مردم عقلشون میگیره حیران میشوند نمیدونن که زکات دادن چی به دست این مردم ابروردیان زکات بدودیان بعد بعضیش هم تری نو اب بچه این میتاو من هیچ کمی دارو که نتو همین سبب تحریک دیگران میشود مثل همین دعوت وری میشود میگه اگر به شرط صدقات نافله باشه بهترش پوشیده بدی اگر پوشیده دادی اجر ثوابش خیلی زیادتر میشه انا کم جوز همون پول آورد حضرت دادو گفت من پولی ما زکات قرض داره همیشه شرط کنه که من میتونم دو گردوندم مرا با میتی همین شرموندن چی لازم شرطی فاسده ای ما همین گپا گفتم میتیشو میگن که قرض یگان شرط قید میتیش که مالک شوه پولا بگیره این زکاتی نو اجرا که گرفت قبض کرد میگه جوا کلیشکا تبرولو بگو که تایبا اینه قرض دار بده یا سون تبتیعتی نه پول داری کو همین راهی بهترین خوبترین نشانه در یک موسم حج اگر یا چیز بودم رو بخشش ده اگر مثلا همون قرضدار لگویی که من همین زکاتی من همین قف میشه همین قش بخش حساب زکات حساب کرده میشه میام قرض نه نه سپیشت کردن نمیشه گفتم نمیشه نمیشه برای تملیک اوقی نشیده است اگر بگیری بتیش میشه مثلا وار دادت با زکات بو کم بغل اول اگر بتیش 100% میشه زکات گفتم میگه نه زکات ما بگی بله مثلا با خاطر که همین چی بروی مثلا